روز 2 سپتامبر سال 2022 در شهر خورغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان ساکن محله برخورغ عبدالمحمد خوجا نظروف به طور مرموز غیب زد. ماشین او را در درون دریای پنج یافتند. باور می رود که او غرق شده است، ولی هنوز دقیق نیست که این حادثه ناخوش بود یا خوجا نظروف خودکشی کرده است. در این باره ژورنالیست مستقل زاده بدخشان انورا سرکورова خبر داد. بنا به اطلاع او عبدالمحمد خوجا نظروف در برخورغ به وی رسیده در نیروگاه پامیر به حیث راننده کار میکرد و همسایه و دوست نزدیک پلکاونیک محمد باقروف معروف به باقر یکی از لیدرهای غیر رسمی عزم پرنفوذ بدخشان بود. باقر که او را مقامات تشکیل کننده و رهبر اساسی اعتراضهای اخیر در خورغ و روشان مینامیدند، نیمه دوم روز 22 مای به طور مرموز در محله برخورغ همسایه بوین کشته شد. انورا سرکورova با تکیه به شاهدان خبر داد که 3 روز قبل به نزد خوجا نظروف کارمندان میلیس آمده بودند. صبح 2 سپتامبر او با اهل خانواده‌اش خیر خوش کرده گفته است که این آخرین ملاقات ماست و با همین از خانه برآمده است. بعدتر عبدالمحمد خوجا نظروف به زوجه‌اش زنگ زده گفته است که خود را زنده به دست مقامات تسلیم نمی‌کند. خویشاوندانش بر اینند که او این سخنان را پیش از آن که با ماشینش به دریا پرد به زبان آورده است. خبر میدهد انورا سرکورova از عبدالمحمد خوجا نظروف زن و 4 فرزند باقی ماند. بعد کشته شدن باقر مقامات حدود 200 نفر از زادگان بدخشان از جمله 9 لیدر غیر رسمی این منطقه مختار در شرق تاجیکستان را بازداشت کردند. 2 لیدر غیر رسمی دیگر منطقه خرسند مزار و زوی رجبوف روز 12 ایون سال جاری هنگام عملیات بازداشتشان در محله تیرچید کشته شدند. همین طور بعد مرگ باقر مقامات 10 تن از ساکنان محله برخورغ را که یک پایگاه اساسی طرفداران او به شمار می رفت دستگیر کردند.